سلام و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی دوستان عزیز. من دیروز یه استوری گذاشتم، گفتم کسانی که مشکل سوراخ کردن جاودی دارن موقع تولید جاودی دایرکت پیام بدن. خب خیلی دایرکت پیام دادن، من دیدم خیلی با این مشکل روبرو هستن. تصمیم گرفتم که یه ترفند ساده و خیلی کاربردی خدمت دوستان آموزش بدم. اگر که دوست دارید آموزشی خیلی ساده، یه دونه خلال دندون برمیداریم، اون قسمتی که عود قرار میگیره قرار میدیم داخل قالب به این شکل. ببینید خیلی راحت این خلال دندون رو به این شکل قرار میدیم داخل قالب. خیلی ساده و راحت. خب وقتی ملات آماده شد داخل قالب میریزیم. خلال دندونم که داخل قالب قرار گرفته، به محض اینکه یک کمی خودشو گرفت این خلال دندون، حالا یا شکل نوکتیز میشه، میخ، سوزن، هر چیزی استفاده کرد، یک کمی که ملات خودشو گرفت این از داخل قالب در میاریم. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، بفرستید برای بقیه همکاران. با تشکر.